با سلام خدمت رفقای عزیز. با دومین جلسه چنل فست کدینگ همراهتون هستیم با هدف فول استک کردن شما. جلسه قبلی ما با چنل فست کدینگ آشنا شدیم، خودم رو معرفی کردم، بعد گفتیم که یادگیری با فست کدینگ آسونه. بعد اومدیم اینجا فول استک دیولپمنت رو گفتیم، مراحلی که طی میکنیم رو گفتیم. بعد این مهارت هایی که گفتم و شما باید خودتون از یه منبعی ها برید و قوی کنید، روشون کار کنید. بعد اینجا چرا باید برنامه نویس و تا راهی سایت رو بلد باشیم و گفتم خلاصه از اهمیت ها فراوان پروگرامینگ. بعد تو اینجا قرار برنامه نویسی دقیقا چیه و چرا باید بلد باشیم رو بگم، اصطلاحات خیلی مهمش رو بگم، معرفی کامل زبان‌های برنامه‌نویسی رو معرفی میگم و میایم اینجا زبان‌های نشانه‌گذاری چی هستن رو میگم خدمتتون. بعد میایم اینجا طبقه بندی زبان‌های برنامه‌نویسی رو میگم. اینجا هم فول استک، بک‌اند و فرانت اند رو توضیح میدم خدمتتون. حالا بیایم اینجا برنامه‌نویسی دقیقاً چیه و چرا باید بلد باشیم. برنامه‌نویسی چیست؟ برنامه‌نویسی یعنی نوشته کدها و دستورها برای کامپیوتر تا کاری که ما میخوایم انجام بده رو دقیق و مرحله به مرحله انجام بده. به زبان ساده تر برنامه‌نویسی یعنی با کامپیوتر حرف بزنیم و بگیم بهش چی کاری انجام بده واسه. نکته مهمی که در این حرف زدن وجود داره، کامپیوتر خودش هوش نداره و فقط دستور میگیره و اجرا میکنه. مثلا اگر کامپیوتر را یک آشپز در نظر بگیریم، نمیتوانیم به اون آشپز بگیم که برو برنج درست کن. باید مراحل برنج درست کردن رو دقیق و کامل بهش توضیح بدیم. چرا برنامه نویسی اینقدر مهمه؟ مثلا تو ساختن وبسایت ها و فروشگاه ها کاربرد داره، ساختن بازی ها، ساخت اپلیکیشن های موبایل، ساخت هوش مصنوعی و ربات ها، حل مسائل علمی و داده های بزرگ. برنامه نویسی ترسناک نیست مثل یادگیری الفباست. برنامه نویسی ترسناک نیست مثل یادگیری الفبا. میمونه اولش شاید کمی سخت باشه شما رو گیج کنه، ولی بعدش خودتون میبینید که خیلی خیلی هم راحته. خب میام اینجا اصطلاحات خیلی مهم برنامه نویسی. سینتکس، شکل صحیح دستورات برنامه نویسی مانند گرامر زبان. سینتکس به کامپیوتر میگوید چگونه کدهای شما را بخوان و اجرا کنید. متغیر، مکانهایی برای ذخیره اطلاعات مانند یک جعبه که میتونید هر چیز رو توش بذاریم و بعد ازش استفاده کنیم. تابع، بلوک‌های کدی که برای انجام یک کار خاص طراحی شدن مانند یک دکمه، میتوانیم آن را هر زمان که نیاز داشتیم صدا بزنیم. الگه چیه؟ الگه تکرار یک مجموعه دستورات تا زمانی که شرط خاصی برقرار باشه. میگه این مجموعه دستورات رو تکرار کن تا این به شرط خاصه برسی، بعد اون تکرار رو متوقف کنه. شرط if، امکان تصمیم گیری در برنامه اگر یک شرط صحیح باشد برنامه کار خاصی را انجام می‌دهد، در غیر این صورت کار دیگری را. با اشتباه یا نقص که در برنامه باعث می‌شود برنامه به کلی خطا بده یا به اشتباه یا به درستی کار نکنه. دیباگ کردن، دیباگ یعنی چی؟ میاد این باگ رو پیدا میکنه و برطرفش میکنه. خیلی ساده، این باگ رو پیدا کن و برطرفش کن. کتابخانه، مجموعه از کدهای آماده و توابع از پیش نوشته شده که میتوان برای سرعت بخشیدن به توسعه برنامه منظم‌ها استفاده کنید. فریمورک، یک ساختار آماده و از پیش تعریف شده که پایه و اساس پروژه برنامه‌نویسی شما را فراهم می‌کند، مانند یک خانه نیمه ساخته. کامپایلر و مفسر. خب ما تو همه زبان‌های برنامه‌نویسی وقتی برنامه‌مون رو نوشتیم، کامپیوتر نمیتونه اونو بفهمه. چرا؟ چون زبان کامپیوتر 0 و 1 هستش. ما اونو انگلیسی نوشتیم، خب کاملا با هم متفاوته. اینجا کامپایلر و مفسر میاد وسط. کامپایلر و مفسر چیکار میکنه؟ اون برنامه‌ای که ما نوشتیم و حالا به دو روش تبدیل میکنه به 0 و 1 که کامپیوتر بفهمه. اون دو روش چی هستن؟ کامپایلر کل کد رو، کل برنامه رو یه جا میخونه و ترجمه میکنه.
ولی مفسر میاد خط به خط میخونه و خط به خط میخونه و اونا رو ترجمه میکنه به 0 و 1. حالا به 0 و 1 اعداد باینری میگه. خب معرفی کانون زبان‌های برنامه‌نویسی معروف رو داریم. پایتون به دلیل سینتکس ساده، مدل نوشتاری ساده و کتابخانه‌های قدرتمند انتخاب عالی برای شروع برنامه‌نویسی هستش. این زبان در حوزه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین و تحلیل داده و ساخت وبسایت با فلکس و جنگو کاربرد فراوانی دارد. اگرچه برای توسعه اپلیکیشن‌های موبایل کمتر استفاده می‌شود و سرعت آن نسبت به زبان‌های کامپایل شونده پایین‌تر است. زبان‌های کامپایل شونده، اینجا یه توضیح بگم، زبان‌های کامپایل شونده سرعت زیاد دارند ولی در عوض خطایابی در اونها سخته. چرا؟ چون کل برنامه رو یه جا میخونه و ترجمه میکنه. به همین دلیل ما نمیتونیم بفهمیم که اشکال کدوم خطه، ولی تو مفسری راحت میتونیم اون باگ رو پیدا کنیم. پایتون جامعه کاربری بزرگی داره و یادگیریش هم خیلی آسونه. جاواسکریپت قلب دنیای برنامه‌نویسی وب است که دلیل قابلیت اجرا در همه مرورگرها و محبوبیت زیادی که داره حالا معروفه. این زبان در فرانتند ویو و ریاکت، بک‌اند نود.js و حتی در ساختن اپلیکیشن‌های موبایل ریاکت نیتیو کاربرد داره. یادگیری نسبتاً ساده است مثل پایتونه و با بهینه‌سازی‌های اخیر سرعت آن نیز افزایش یافته است. جاوا رو داریم اینجا. جاوا یک زبان پایدار و مطمئن برای پروژه‌های بزرگ و نرم افزارهای سازمانی است که کاربردهای اصلی آن را می‌توان به ساخت اپلیکیشن‌های موبایل و بک‌اند وب با اسپرینگ بزنند. اشاره کرد مزیت بزرگ جاوا نوشتن یک بار اجرا در همگان است، اما سینتکسش خیلی طولانیه نسبت به پایتون، به خاطر اون از معایبش محسوب میشه و یادگیریش هم سخت‌تر کرده. سی و سی پلاس رو داریم اینجا. زبان‌های سی و سی پلاس برای برنامه‌نویسی سیستم هایی که نیاز به سرعت بالا و کنترل کامل روی سخت افزار و حافظه دارند ایدئال است. این زبان ها در طراحی سیستم ها و درایورها و موتورهای جستجو مانند آنریل انجین معنیش حالا میشه موتور غیرواقعی کاربرد دارد و با وجود سرعت فوق‌العاده یادگیری آنها برای مبتدیان دشوارتر است. مدیریت خطا تو سی و سی پلاس سخته. چرا؟ تو سی و سی پلاس ترجمه به صورت کامپایل اتفاق میافته و چون کل برنامه رو یه جا میخونه، خب ما نمیتونیم بفهمیم که اشکال تو کدوم خطی که نوشتیم هستش. C# زبانی مدرن تر شبیه به جاوا توسط مایکروسافت توسعه یافته و پشتیبانی قوی این شرکت را دارد. کاربردهای اصلی آن را میتوان با ساخت بازی با موتور یونیتی، اپلیکیشن های ویندوز و بک‌اند با این است. این زبان انتخاب عالی برای اکوسیستم مایکروسافت است، اما پروژه های خارج از این اکوسیستم کمتر استفاده می شوند. PHP یک زبان سمت سرور است بک‌انده که برای ساخت وبسایت های پویا به کار می‌رود. این زبان رایگان و متن‌باز بوده و بیشتر هاست‌ها از آن پشتیبانی می‌کنند. بیایم اینجا زبان‌های نشانه‌گذاری چی هستند؟ رفقا، هر چیزی که در داخل کامپیوتر می‌بینید با کد ساخته شده، اما همه کدها مثل هم نیستن. بعضی از کدها به کامپیوتر میگن چه کاری رو انجام بده، این میشه برنامه نویسی. پس بعضی از کدها میگن به کامپیوتر چه کاری رو انجام بده، این میشه برنامه نویسی. و بعضی از کدها به کامپیوتر میگن چطور نمایش بده، این میشه نشانه گذاری. معرفی زبان‌های نشانه گذاری هستش HTML و CSS. من قبل از اینکه تعریف‌ها رو اینا رو بگم برم تو خود پروژه به شما نشون بدم. خب این کدهایی که میبینید و حالا هوش مصنوعی زده اینا رو، هوش مصنوعی کاملا همه این کدها تو این قسمت HTML هستش، تو این قسمت هم CSS هستش. حالا من بدون CSS اینو اجرا میکنم.
open with live server میزنیم اینجا. خب این وبسایت که شما میبینید و کلش HTML زده، میبینید که اصلا شکیل و زیبا نیست، به اصطلاح اون زیبایی توش کار نرفته و فقط بیسش رو زدیم. خب ولی وقتی ما CSS رو قاطی ماجرا کنیم، open with live server رو بزنم، میبینید که اون وبسایتی که به شما نمایش دادم چقدر زیبا و شکیل و عالی میشه. ببینید حالا تو این قسمت هم میتونید اضافه کنید، توتالش رو نوشته. کلا خیلی CSS میاد اون سایت که ما زدیم رو خیلی زیبا و خوشگل‌تر میکنه. خب حالا تعریفش رو بگیم. HTML میاد چیکار میکنه؟ اسکلت وبسایت رو میسازه، مانند اسکلت بندی خانه، اما میتونه این زبان همون HTML بیس یه وبسایت رو میسازه، مانند درست کردن دیوارها و اتاقها، اما هنوز به آنها رنگ و زیبایی نمیبخشه. خودتون دیدید. بعد CSS هستش که برای زیبا سازی صفحات وب مسئول زیبا و خوشگل کردن صفحات وب است. واسه رنگ و دکوراسیون و دیزاینش به کار میره. تو این HTML CSS تو این HTML نمیاد تغییر ایجاد کنه، فقط اون رو خوشگل تر. طبقه بندی زبان‌های برنامه‌نویسی رو داریم. طبقه بندی زبان‌های برنامه‌نویسی کلا به 3 قسمت تقسیم میشه. زبان‌های برنامه‌نویسی که به زبان ما انسان‌ها نزدیک‌تر هستند، و یا زبان‌های برنامه‌نویسی که از زبان ما انسان‌ها دورتر هستند، و یا بین این دوتا. خب زبان‌های سطح پایین، این زبان‌ها به زبان‌های ماشین نزدیک‌تر هستند، یعنی به زبان‌های 0 و 1 نزدیک‌ترن و یادگیری آنها هم خیلی دشواره. کدهایی که نوشته شده با این زبان‌های سطح پایین خیلی سریع و سبک اجرا می‌شوند. مثلا زبان اسمبلی هستش که تقریباً حرف زدن مستقیم با کامپیوتر است، و زبان ماشین که 0 و 1 هستش که برای به اینا اعداد باینری میگن که اصلا برای انسان قابل خوندن و فهم نیست. زبان‌های سطح میان، این زبان‌ها حد واسط بین انسان و کامپیوتر هستند، هم یادگیری آنها نسبت به زبان‌های پایین راحت‌تر است و سرعت اجرایشان از زبان‌های بالا بیشتره. مثل زبان‌های C و C++ گفتم که سرعت اجراشون بیشتره، مانند گفتگو با رباتی که هم زبان انسان را تا حدی میفهمند و هم دستورات فنی نیاز دارند، هم به 0 و 1 نیاز دارند. زبان‌های سطح بالا، این زبان‌ها هم بسیار شبیه به زبان‌های انسان هستند و یادگیری اونها هم خیلی آسونه. زبان‌های سطح بالا انگار با کامپیوتر دارن انگلیسی حرف میزنن. خاطر همین میگم که انگلیسیتون رو هرچه زودتر تقویت بدید، بالا ببرید، چون با کامپیوتر ما انگلیسی حرف میزنیم. مثال پایتون و جاواسکریپت هستش که مانند صحبت کردن با یک دستیار هوشمند که به زبان طبیعی شما را درک میکند و کارها را انجام میدهد. ولی تو اینا ما سرعتشون کمتر، زبان‌های سطح بالا. تو اینا زبان‌های سطح میانی سرعتشون متوسطه. تو زبان‌های سطح پایین هم سرعتشون خیلی زیاده. میایم اینجا فرانتند، بک‌اند و فول استک رو میگیم به شما. فرانتند چیه؟ قسمتی از وبسایت یا برنامه است کاربر میتواند آن را ببیند و با آن تعامل داشته باشد، مثل دکمه‌ها، فرم‌ها، متن‌ها و عکس‌ها. ببینید من حالا اینو باز میکنم، اینو شما میبینید و با این تعامل دارید. دکمه هستش، عکس ها هستش، متن هستش. میشه بخش فرانتند وبسایت با HTML و CSS و جاواسکریپت میزنن. جاواسکریپت برای تعامل پویایی هستش. بک‌اند قسمت پشت پرده وبسایت یا برنامه است، جایی که داده ها ذخیره میشوند.
حساب کاربری مدیریت می شود و تراکنش ها پردازش می شود. زبان ها و تکنولوژی هایی که داره پایتون، PHP، Node.js و جاوا هستش. فول استک چیه؟ اون چیزی که ما بهتون یاد میدیم این هستش. فول استک برنامه نویسی است که هم در حوزه فرانت اند و هم در حوزه بک اند تخصص داره. یعنی هم میتوانه ظاهر وبسایت رو درست کنه، یعنی همینا رو درست کنه، خب، و هم میتونه بک اند وبسایت، همون پشت پرده‌اش رو پیاده سازی بکنه. خب این جلسه هم تموم شد. امیدوارم که مفید واسهتون واقع شده باشه. اصطلاحات خیلی مهمی که در برنامه نویسی گفتیم، شما اینا لازم نیست دقیق و کامل متوجه شده باشید، چون وقتی ما به آموزش پایتون یا حالا جاوا اسکریپت میرسیم اینا رو کامل اونجا توضیح میدم. یک جلسه واسه هر کدومشون یک جلسه کامل میذاریم، دقیق کامل توضیح میدیم. خب یه همه چی رو گفتیم. امیدوارم که این ویدیو مفید بوده باشه. شما رو به خدا میسپارم. خدا.